فیلم عروسی لطیفه عزیزی که اصلا باورتان نمی شود. آیا با واقعیت لطیفه عزیزی در کشور امریکا عروسی کرده است؟ دلیل دوری لطیفه عزیزی از هنر موسیقی چی بوده است؟ کاربار جدید باور نکردنی لطیفه عزیزی در امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند با استعداد، موفق، مقبول و خوش صدای کشور است که وی کارهای هنری خود را از برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. لطیفه عزیزی ترکمن می باشد و تحت حمایت خاص مردم ترکمنش قرار می گرفت. لطیفه عزیزی بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و علاقمندانش ثبت می کرد که همیشه مورد حمایت و تشویق دوستداران و علاقمندانش قرار می گرفت. لطیفه عزیزی بعد از تغییر رژیم حاکم در کشور با یک برادرش افغانستان را به مقصد امریکا ترک کرد. اکنون لطیفه عزیزی در شهر کالیفرنیای امریکا زندگی می کند و در امریکا برای برندهای مختلف لباس مدلینگ می کند. لطیفه عزیزی کاملا لباسهای بدور از فرهنگ افغانی و مردم افغانستان بر تن می کند که این روزها مورد نقد و انتقاد شدید دوستداران و علاقمندانش قرار گرفته است. در جدیدترین برنامه لطیفه عزیزی با حفیظ محمدی وی بیان کرده است دیگر نمی خواهد آهنگ بسراید و قرار است در فیلم‌های امریکایی نقش بازی کند. تصاویر لطیفه عزیزی در صفحات مجازی نشر شده است که وی لباس عروس بر تن کرده است، اما اینها تمامش شایعات می باشد. وی برای برندهای مختلف امریکایی مدلینگ می کند. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.